در ترجمه حال شبنم سورایو، یکی از معروفترین ستاره‌های استراد تاجیک چند سال دوری از صحنه نیز هست که به نیمه دوم سالهای 90 و اول سالهای 2000 رسم می‌آید. این سالهایی است که شبنم با یکی از نمایندگان عائله در کلوب در آن سالها خیلی پرنفوذ چالوف ازدواج کرده بود و با طلب شوهر ترک صحنه کرد. زن خونشین شده بود. او در دوران مکتبخوانی الکی با هنر خود شهرت یافته بود. تنها بعد جدا شدن از شوهر اولش توانست بازم به صحنه برگردد. مؤسس و سردبیر نشریه SSSR سیاف میزروب که دوست خانوادگی شبنم و مادرش سورایو قاسم باز یک آوازخوان خوشنام ما هم هست، هنوز چند سال پیش در فیسبوک چگونه شبنم سورایو را خواستگاری کردن چالوفا را قصه کرده بود. او می نویسد سال 1996 با سپارش اکبر ستار سردبیر چرخ گردون به کلوب آمدم تا راجع به فعالیت سورایو قاسم و مطلب آماده کنم. جنگ گرجدانی در اوج بود و فضا و سما و زمان و زمین بوی خون و تیر میکرد. در همین داد و ستد من و اکبر میخواستیم دل مردم را با فرهنگ گرم کنیم و به کلوب آمدیم. همان روز سورایو در تئاتر به نام سیدعلی ولیزاده کنسرت میداد. انا در همین کنسرت شبنم 16 ساله را دیدم که نخستین بار به صحنه بزرگ برآمده بود. شبنم لپر خواند. کسی نداند لپر از 4 گشت عبارت است و سراینده هم سرود میخواند و هم میرقصد. او را دیدم و گفتم این مال صحنه بزرگ تاجیک است. اتفاقا ضمن همین سفر سیاف میزروب شاهد برای شبنم به خانه سورایو به خواستگاری آمدن چالوفا شده است. او می نویسد بیگاه خانه سورایو آمدیم و صحبت را دوام دادیم که خواستگارها آمدن به شبنم. قربان چال و سلطان چال، قماندان هایی که از شنیدن اسمشان تلخی مردم میکفید. به سورایو گفتم نته. گفت سیاف جان آیا می شود به اینها نگفت؟ خدا را شکر که خواستگار شدند. اگر از کوچه داشته می بردن چی کار میکردم؟ راست میگفت. زمانه همین بود. خلاص در عروسی شبنم هم شرکت داشتم و اگر خطا نکنم دوگانه عروس همین منیژه دولت بود. دو گل دختر چنان نازنین در تخت عروسی نشسته بودند که پریان از رشک خودکشی میکردند. آن روز توی در طرفخانه کلوب که صدرش سفرمد کبود نام قماندان نامی بود میگذشت و ساعت قماندان ها قربان چال و سیچو شمالوف برقص برآمدند. زمین از دلار سب شد. این در حالی بود که مردم نان خوردنی نداشت. اما زمانه همین بود دیگر. من ندانم از چی اما دلم به حال هنر میسوخت، زیرا شبنم برای یک نفر نیست، او مال ملت است. میگفتم به دل، اما باور داشتم اون هنر رو الهام خدا داده که در باطن این گل دختری که نابالغ چادر عروسی بر سر جوش میزد باید حتما با انقلاب انجام میافت و خوشبختانه همین گونه هم شد. شبنم انقلاب کرد، آزاد شد و امروز مناده هنر استراد تاجیک در سراسر عالم است. شبنم سورایو 14 اکتبر سال 1981 در شهر کلوب به دنیا آمده. 4 ماه پیش به سن 40 رسید. مادر او سورایو قاسم و یک خواهر دیگرش فرزانه خورشید نیز از آوازخوان‌های شناخته تاجیکستانند. شبنم دختر دوم سورایو قاسم می باشد. شبنم سورایو سال 2004 بعد جدا شدنش از شوهر اولش که از خانواده در آن دوران در کلوب پرنفوذ چالوفا بود دوباره پای به صحنه گذاشت و بعد شهرت جوانی پیدا کردن ترانه هنوز اول عشق است با یکی از پرطرفدارترین ستاره‌های استراد تاجیک تبدیل یافت. شبنم سورایو چند سال پی هم جایزه بیگ اپل برای بهترین آوازخوان زن از تاجیکستان را به دست آورده. هر سال در اروپا و آمریکا کنسرت ها میگذراند. اما کنسرت های رسمی و در تلویزیون های دولتی تاجیکستان ترانه های شبنم سورایو تقریبا صدا نمیدهند. شبنم سورایو سال 2014 همراه خواهرانش فرزانه خورشید و بیبی روزگل و دخترش شریفمو سفر حج عمره کرده بود و بعد زیارت مکه و مدینه چند سال در صحنه با حجاب هنرنمایی میکرد. اما در عکس و کلیپ ها و کنسرت های اخیرشان شبنم و فرزانه دیگر باره با لباس های اروپایی ظاهر میشوند. شبنم سورایو از آوازخوان‌های تاجیک است که در بین زادگان افغانستان و ایران نیز از محبوبیت زیاد برخوردار میباشد. اکثر ترانه های او خیلی زود و آسان در اینترنت مرز 1 میلیون تماشابین را طی میکنند و چند ترانه‌اش مرز 5 و حتی 10 میلیون تماشابین را هم پشت سر گذاشتند. برداشت‌ها از ایجادات شبنم در جامعه تاجیکستان یکسان نیست، ولی چه طرفداران و چه مخالفانش اعتراف میکنند که اگر او در جوهر استعداد فوق‌العاده نمی‌داشت نمی‌توانست در طول اینقدر سال اینقدر محبوبیت را هم در تاجیکستان و هم در دایره‌های همزبانان ما از افغانستان و ایران به دست بیاورد. می‌خواهیم یا نمی‌خواهیم ولی هیچ کس دیگر از خوانندگان معاصر تاجیک برابر شبنم سورایو نتوانسته است در بیرون از تاجیکستان اینقدر معروفیت به دست بیاورد.